بسم الله الرحمن الرحیم. دعوت به سوی الله. 3 منفعت قرآن خواندن. بسیاری از مسلمانان قرآن را فقط برای دستیابی به اجر و ثواب اخروی تلاوت می کنند، اما از منافع بیشمار آن بیخبرند، در حالی که قرآن شاهراه حیات و زندگی است و نیت نیز در هر عمل بسیار مهم است. پس قرآن بخوانیم. 1. قرآن بخوانیم برای به دست آوردن علم و سپس عمل نمودن به آن. 2. قرآن بخوانیم به قصد دستیابی به هدایت پروردگار. 3. قرآن بخوانیم به نیت همکلام شدن با خداوند و مناجات با او تعالی. 4. قرآن بخوانیم به قصد دست یافتن به شفا و رهایی از امراض ظاهری و باطنی. 5. قرآن بخوانیم تا خداوند جل جلاله ما را از تاریکی ها رهانیده و به سوی نور رهنمون گرداند. 6. قرآن بخوانیم تا در زمره غافلان قرار نگیریم، بلکه نام خویش را در ردیف ذاکران ثبت بکنیم. 7. قرآن بخوانیم به قصد زیاد شدن ایمان و یقین قلبی خویش. 8. قرآن بخوانیم به نیت به جای آوردن امر و فرمان پروردگار. 9. قرآن بخوانیم تا به اجر و ثواب دست یابیم و با هر حرف 10 حسنه کسب نماییم. بیگمان خداوند برای هر کس که بخواهد ثوابش را مضاعف می‌گرداند. 10. قرآن بخوانیم تا قساوت قلبمان از بین برود و به آرامش و اطمینان دست یابیم و قلب را سرزنده و پویا و آباد گردانیم. 11. قرآن بخوانیم تا از خالق خویش ادب و اخلاق بیاموزیم. 12. قرآن بخوانیم تا به شفاعت آن در روز آخرت نایل شویم. 13. قرآن بخوانیم تا به وصیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم جامه عمل بپوشانیم. 14. قرآن بخوانیم تا به رفع درجات خویش کمک کنیم. 15. قرآن بخوانیم تا به وسیله آن تاج وقار و سربلندی را در قیامت نصیب والدین خود کنیم. 16. قرآن بخوانیم تا به وسیله آن به خداوند بالا مرتبه تقرب جوییم. 17. قرآن بخوانیم تا از خواص اهل الله به شمار آییم. 18. قرآن بخوانیم تا از آتش دوزخ رهایی یافته و عذاب الله را از خودمان دور گردانیم. 19. قرآن بخوانیم تا معیت و همراهی پروردگار خویش را به دست آوریم. 20. قرآن بخوانیم تا در هنگام پیری دچار فراموشی نشویم. 21. قرآن بخوانیم تا حجت و دلیلی باشد همراه ما، نه بر علیه ما. 22. قرآن بخوانیم تا به وسیله آن ثابت قدم گردیم. 23. قرآن بخوانیم تا آرامش و سکینه خداوند نازل شده و ما را در پوشش رحمت خویش قرار دهد و خداوند از ما در عالم بالا یاد کند. 24. قرآن بخوانیم تا صاحب راحیه و بوی خوش و بهشتی گردیم. 25. قرآن بخوانیم تا در دنیا گمراه نشده و در آخرت نیز جز اشقیا نگردیم. 26. قرآن بخوانیم تا به وسیله آن خداوند حزن و غم و ناراحتی را از ما بزداید. 27. قرآن بخوانیم تا مونس و همدم ما در تنهایی قبر و تاریکی آن گردد و هنگام عبور از پل صراط نوری باشد و هدایتی برای دنیا و راهنمایی برای بهشت ما گردد. 28. قرآن بخوانیم تا از خیرات و برکات و فضل خداوند بهره‌مند گردیم. 29. قرآن بخوانیم تا با سفیران گرامی و نیکوکردار خداوند همراه گردیم، زیرا ماهر در قرآن با از سفرتین کرامین برره همراه است. 3. قرآن بخوانیم تا الله تعالی با اخلاقی که رسولش را مزین کرده بود ما را نیز زینت بخشد. از خداوند متعال خواهانم قرآن را نور و چراغ هدایت همه ما بگرداند.